آینده‌ای رو تصور کن که توش انسان‌ها بتونن مرگ رو به تعویق بندازن، احساسات رو مهندسی کنن و بفهمن که تصمیم‌های مهم رو الگوریتم‌ها بهتر از خود ما میتونن بگیرن. آیا تو چنین آینده‌ای هنوز آدم بودن معنی قبلی خودشو داره؟ این پرسشیه که یوval نوح هراری تو کتاب هومودئوس مطرح میکنه. توی این ویدیو با هم میریم سراغ مفاهیم کلیدی کتاب هومودئوس یا انسان خودگونه، پیام‌های هشدار دهندش و سوالای اخلاقی بزرگی که باید امروز از خودمون بپرسیم رو بررسی میکنه. یوval نوح هراری یکی از مطرح‌ترین تاریخ‌دانا و محققای دنیاست. کسی که به خاطر تحلیل‌های جسورانه و ساده‌سازی ایده‌های پیچیده برای عموم شناخته شده. کتاب‌هایی مثل سیپینز یا تاریخ مختصر بشر هراری رو به یک چهره شناخته شده تبدیل کرد. اگه تو کتاب سیپینز سوال اصلی این بود که ما از کجا اومدیم، سوال کلیدی کتاب هومودئوس اینه که ما به کجا میریم. ایده اصلی کتاب انسان خودگونه اینه: بشر با تسلط بر بیماری، فقر و تا حدودی مرگ در چند قرن گذشته تونسته پایه‌های بقای فیزیکی رو مستحکم کنه. اما حالا هدفهای بزرگتری پیش رو داره: دستیابی به خوشبختی پایدار و در نهایت تبدیل شدن به گونه‌ای که هراری اون رو هومودئوس یا انسان خداگونه نامگذاری کرده. گونه‌ای با توانایی‌های خیلی بالاتر از انسان امروز. سلام، من مانی‌ام و اینجا کانال مانی تاکس، جایی که ایده‌های جذاب و نوآورانه رو با هم بررسی می‌کنیم تا با درک تغییرات پیش رو ذهنیت خودمون رو خیلی درست پرورش بدیم و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیریم. ضمن خوبه تاکید کنم که من الزاما تخصصی درباره موضوعاتی که اینجا مطرح می‌کنم ندارم. بنابراین تمام تلاشم اینه که به عنوان یک پژوهشگر تا جایی ممکن به مرجع این ویدیو که میتونه کتاب، پادکست یا مقاله باشه متعهد بمونم و کمترین تغییر رو ایجاد کنم. خیلی خب، بریم سراغ کتاب انسان خداگونه. تو کتاب هومودئوس هراری از خطر شکل‌گیری دیدگاه‌های جدید مثل دیتاییسم حرف میزنه که میتونه جای دیدگاه انسان محوری یا هیومانیسم رو بگیره. یعنی ارزش‌ها و تصمیم‌ها بر مبنای مقدار و پردازش اطلاعات تعیین بشه، نه تجربه انسانی یا کرامت ذاتی افراد. اون میپرسه اگه ارزش یک موجود بر اساس میزان پردازش داده‌هاش محاسبه بشه، جایگاه احساس، آگاهی و اختیار چی میشه؟ هراری توی این کتاب نه وعده یه آینده رویایی میده، نه حکم یه آینده تاریک و ترسناک رو صادر میکنه، بلکه میگه انتخاب هامون و سیاستایی که امروز اتخاذ میکنیم مسیر آیندهمون رو شکل میده. من انتهای این ویدیو نقدهایی که توسط افراد صاحب نظر به این کتاب و دیدگاه هراری وارد شده رو هم بررسی میکنم. پس حتما پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو رو تماشا کنید. بخش اول کتاب از سیپینز تا هومودئوس. هراری با مرور کوتاه بر سیپینز توضیح میده که چطور انسان با داستانسازی اجتماعی مثل داستانهای مذهبی، قوانین و حتی پول تونسته همکاری‌های گسترده‌ای شکل بده و جهان رو به نحوی تغییر بده که امروز اون زندگی می‌کنیم. این فرآیند اجازه داده که بسیاری از تهدیدهای بقا مثل گرسنگی همگانی یا مرگ زودرس ناشی از بیماری‌ها کنترل بشن. وقتی تهدیدهای بقا کم بشن، سوال بعدی این میشه که حالا چی می‌خوایم؟ حالا هدفمون چیه؟ پاسخ هراری: قدرت، خوشبختی و جاودانگی، یا حداقل افزایش عمر و کیفیت زندگی. خود کتاب سیپینز هم خیلی کتاب جذاب و معتبریه که دوست دارم توی یه ویدیوی جداگانه کامل بهش بپردازیم. بخش دوم، 3 پروژه بزرگ بشر در آینده. هراری 3 پروژه کلان رو مطرح میکنه که احتمالاً سیاست‌ها، بودجه‌های تحقیقاتی و منابع انسانی و مالی رو به سمت خودشون میکشن. 1. غلبه بر مرگ. نه اینکه مرگ ناگهانی حذف بشه، اما هدف کند کردن روند پیری، مهار بیماری‌های مزمن و افزایش عمر سالم قطعاً یکی از 3 پروژه بزرگ بشر محسوب میشه. با پیشرفت ژنتیک و علوم زیستی، بخش بزرگی از تلاش‌های علمی معطوف به افزایش طول عمر میشه. این موضوع علاوه بر اینکه امید به زندگی ما رو خیلی بالاتر میبره، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جدیدی هم با خودش به همراه میاره. 2. حذف یا کاهش رنج. از طریق داروها، مداخلات عصبی یا تغییرات ژنتیکی بشر تلاش میکنه که رنج‌های جسمی و روانی رو کاهش بده. اما سوال کلیدی اینه که آیا حذف رنج همیشه به معنای افزایش معنای زندگیه؟ 3. بهبود و ارتقای توانایی‌ها. افزایش حافظه، هوش، توانمندی‌های فیزیکی و شناختی. این اتفاقات میتونن برای یه عده در دسترس باشن و برای دیگران نه، که خودش میتونه به شکاف عمیقی بین جامعه منجر بشه. بخش سوم کتاب، دیتاییسم، آیین جدید. یکی از بحث‌های تاثیرگذار کتاب ایده دیتاییسمه. نگرشی که داده و جریان اطلاعات رو مرکز ارزش‌گذاری و تصمیم گیری میدونه. اگه دیتاییسم حکم فرما بشه، خیلی از تصمیم‌های انسانی به الگوریتم‌ها واگذار میشن، چون الگوریتم‌ها در پردازش حجم عظیم داده‌ها و پیدا کردن الگوها خیلی بهتر عمل می‌کنن. نتیجه بالقوه‌اش کاهش نقش قضاوت‌های سنتی و افزایش اتکا به معیارهایی که توسط داده‌ها تعریف میشن. شما نظرتون درباره دیتاییسم چیه؟ اگه مطمئن بشه که هوش مصنوعی میتونه برای شما از خودتون تصمیم‌های بهتری بگیره، حاضر میشید تصمیم گیری رو به هوش مصنوعی بسپارید یا نه؟ اما دیتاییسم چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ اتکا به الگوریتم ممکنه آزادی فردی رو تضعیف کنه.
ارزش‌های انسانی مثل کرامت ممکنه جای خودشون رو به معیارهای کمی بدن و در نهایت اینکه امکان نابرابری قدرت بر اساس دسترسی به داده و توان پردازشی شکل بگیره. بخش چهارم کتاب جدایی هوش از آگاهی. هراری یه موضوع مهم مطرح میکنه. میگه هوش که در واقع یعنی توانایی حل مسئله و پردازش اطلاعات میتونه از آگاهی یا همون تجربه ذهنی جدا بشه. یعنی ماشینا ممکنه بسیار هوشمند بشن بدون اینکه احساس داشته باشن. این مسئله پیامدهای عمیقی داره. اگه تصمیم‌گیری‌های مهم آینده یعنی همین ماشین‌ها آگاه نباشن، چه معیار اخلاقی برای قضاوت اعمالشون به کار برده میشه؟ آیا یه موجود هوشمند اما ناآگاه دارای حقوقه؟ ما چه مسئولیتی باید نسبت به موجوداتی که فقط پردازشگرن داشته باشیم؟ بخش پنجم، نابرابری بیولوژیک و الگوریتمی. یکی از نگرانی‌های مهم هراری اینه که فناوری‌های ارتقا مثل ژنتیک، ایمپلنت، داروهای شناختی تو دست اقلیت ثروتمندی قرار بگیره و یه تقسیم نابرابر بیولوژیک ایجاد بشه. نسلی از ابرانسان‌ها که از نظر هوش، سلامتی و طول عمر متفاوتن. همینطور الگوریتم‌ها ممکنه قدرت اقتصادی و سیاسی رو متمرکز کنن. شرکت‌ها و دولت‌هایی که داده‌های بیشتری دارن، کنترل بیشتری روی زندگی مردم داشته باشن. بخش ششم، اقتصاد آینده و بحران کار. هراری درباره تأثیر اتوماسیون و هوش مصنوعی بر اشتغال صحبت میکنه. این مسئله فقط اقتصادی نیست، هویت فردی و حس معنا در کار رو هم به خطر میندازه. چه سیاست‌هایی نیاز داریم تا با بیکاری تکنولوژیک مقابله کنیم؟ درآمد پایه‌ای همگانی، آموزش مجدد گسترده یا تعریف جدیدی از ارزش‌گذاری کار. بخش هفتم، اخلاق، سیاست و انتخاب‌های جمعی. هراری بارها تکرار میکنه آینده به خود ما بستگی داره. تکنولوژی موجود تنها ابزارن. انتخاب اینکه چطور از اونها استفاده کنیم سیاسی و اخلاقیه. کتاب به ما هشدار میده که اگه بدون بحث عمومی و سیاست‌گذاری هوشمندانه پیش بریم، ممکنه نظام‌های جدید قدرت و نابرابری ایجاد بشه. به همین خاطر سه حوزه مهم برای توجه وجود داره: شفافیت فناوری، مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و قوانین بین‌المللی برای جلوگیری از سوء استفاده. اما میرسیم به نقدهایی که به کتاب وارد شده. کتاب هومودئوس نوشته یووال نوح هراری با اینکه از پرفروش‌ترین و پرخواننده‌ترین کتاب‌های دهه اخیر تو حوزه آینده پژوهی و فلسفه تکنولوژی بوده، اما نقدهای زیادی هم بهش وارد شده، مخصوصاً از طرف کسایی که نگاه خوشبینانه تری به آینده و فناوری دارن، برخلاف دید نسبتاً تاریک و هشدار دهنده هراری. بیاین دسته‌بندی شده نگاهشون کنیم. اولین نقد نگاه بیش از حد بدبینانه به تکنولوژی و هوش مصنوعی. افرادی مثل ریموند کورزویل، پیشبین معروف از مدافعان سینگولاریتی، یا مارک اندرسن، سرمایه‌گذار خوشبین به آینده، معتقدن هراری پیشرفت‌های فناورانه مثل هوش مصنوعی، مهندسی ژنتیک یا بایوتک رو بیشتر تهدید می‌بینه تا فرصت، در حالی که تاریخ نشون داده فناوری‌ها معمولاً کیفیت زندگی انسان رو بالا بردن، طول عمر و رفاه رو افزایش دادن و دسترسی به دانش و آزادی رو بیشتر کردن. اونها معتقدن به جای تمرکز روی خطرات تسلط الگوریتم‌ها، بهتره به افزایش ظرفیت انسان از طریق این ابزارها از جمله الگوریتم‌ها نگاه کنیم. دومین نقد بدبینی به انسان ارتقا یافته است. هراری میگه انسان در آینده ممکنه به جای خداپرستی خدای خودش بشه، یعنی قدرت خلق، ویران کردن یا طراحی زندگی رو به دست بگیره. منتقدان خوشبین میگن این دیدگاه بیش از حد آخرالزمانیه. پروژه هومودئوس میتونه مسیر طبیعی تکامل آگاهانه باشه، نه لزوما تهدیدی علیه انسانیت. انسان جدید میتونه معنای اخلاقی و معنوی تازه‌ای بسازه، نه اینکه الزاما اون رو از بین ببره. سومین نقد کم توجهی به جنبه‌های مثبت هوش مصنوعی و همزیستی انسان و ماشینه. هراری معمولاً از الگوریتم‌هایی که ما رو کنترل میکنن صحبت میکنه. اما خوشبین‌ها مثل کوین کلی، نویسنده کتاب اجتناب ناپذیر، میگن این رابطه لزوماً یک طرفه نیست. ما در حال ساخت همزیستی خلاقانه با الگوریتم‌ها هستیم، نه تسلیم به اونها. چهارمین نقد غفلت از نقش اخلاقی، دموکراسی و نهادهای انسانی در مهار فناوریه. خوشبینان استدلال میکنن هراری طوری از آینده حرف میزنه که انگار انسان هیچ کنترلی رو روند فناوری نداره. در واقع ما میتونیم با سیاست‌گذاری درست و آموزش و صحبت درباره اخلاق فناوری مسیر توسعه رو هدایت کنیم. مثالاش واضحن: قوانین در خصوص ویرایش ژن، مقررات حریم خصوصی داده یا جنبش‌های اخلاقی در زمینه AI نشون میدن جامعه در حال یادگیری کنترل این نیروهاست. و نقد پنجم نگاه ساده‌سازی شده و داستان محور به تاریخ. چندین نفر از مورخین و فیلسوف‌ها از جمله استیون پینکر معتقدن هراری بیش از حد روایتگره و داده‌های تاریخی یا علمی رو
برای جذابیت داستان ساده میکنه. به قول پینکر، جهان امروز با وجود همه چالش‌ها از همیشه جهان بهتریه. هراری این روند رو نادیده میگیره. نقد خوشبین‌ها به هومودئوس اینه که هراری به جای دیدن انسان به عنوان خالق آینده‌ای بهتر، اون رو قربانی نیروهای فناورانه نشون میده. در حالی که دید خوشبینانه میگه ما در آستانه بزرگترین جهش آگاهی، سلامت و معنا در تاریخ بشریم، نه پایان انسانیت. خیلی ممنونم ازتون که تا اینجا با من همراه بودین. ازتون میخوام که نظرتون رو درباره دیدگاه‌های هراری و دیدگاه‌های مخالفش حتما با هم به اشتراک بذارین و ممنون میشم ازتون که با لایک کردن و سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن از من و کانال ماری تاکس حمایت کنید.